تو دنیای ما ادیتورها معمولا سینک صدا و تصویر یکی از وقت گیرترین کارهاییه که کلی از وقت ما رو میگیره و یه مقداری حوصله سر بره. میخوام یه پلاگینی بهتون معرفی کنم که با اون پلاگین با یه کلیک ساده خیلی راحت ویدیو و صدا با هم سینک میشه. با من همراه باشید. خب دوستان، برای مچ کردن تصاویر با صداتون کافیه که پلاگین پلورایز رو روی سیستمتون نصب کنید و داخل پریمیر از گزینه ویندو اکستنشن پلورایز اجراش کنید. بعد از اجرا کافیه که صدایی که قصد دارید با ویدیو مچ کنید رو، ببخشید اشتباه شد اینجا، این صدا رو من قصد دارم با این ویدیو مچ کنم. همین ویدیوی آموزش که اگر بشنوید صدای هام محیط تو دنیای ما ادیتورها و این هم صدایی که با میکروفون رکورد کردیم تو دنیای ما ادیتورها. خب ببینید بچه‌ها، من میخوام الان این صدا و این تصویر با هم دیگه مچ بشه. حالا این شاید یه مقداری پروژه آسونی باشه، ولی اگه چند تا دوربین باشه یه مقدار کار سخت میشه. کافیه که بیام داخل تب پلورایز و گزینه سینک رو کلیک کنم. کافیه که یه مقدار صبر کنید و به همین سادگی ببینید صدای خود ویدیو رو قطع کردم. صدا و تصویر یکی از وقت گیرترین کارهاییه که کلی از وقت ما رو میگیره و یه مقداری حوصله سر بره. به همین سادگی. ممنونم که تا پایان ویدیو همراه ما بودید. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب رو فراموش نکنید. منتظر ویدیوهای بعدی ما هم باشید. بدرود.